از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیبی خدا را جبرائیل چی گفتند؟ اینها میبینی که از مویهای سرکشانند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودند. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردند. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن. برای یک لحظه شده خواهر عزیز چادر حیات اثر رو میپرتونه. برای یک ساعت شده امروز تو بروک و کرته بچگانه میپوشی، از خدا نمیترسی، پیشگاه خدا ده نمیره. حضرت میگوید برای یک دم ساعت نفروشین، ساعت نفروشین، دنیای ابدی را نفروشین. ببین دنیای بقا را نفروشین. دنیاتان دادرای عزیز خانین، تعلیم گیرین، رفتد دانشکده های عالی در خانین، همه شرایط برای خودتان مهیا کنین، لکن خدا و آخرتتان فراموش نکنین. از خدا و آخرتتان دور نباشین دادرای عزیز که بسیار به خدا قسم شما بای میدهین، مغلوب میشوین. میگوید شاعر که هر کی در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت از برای جای تشویش است و بیم.